ایالات متحده آمریکا صبح 13 ایول موج نوی حمله ها را علیه ایران به راه ماند. یک روز پیش از این نیز هدفهای در اطراف آبراهی از لحاظ استراتژی مهم هرمز شاهد حمله های هوایی بود. آمریکا آن را پاسخ به ضربه های تهران به کشتی های تجاری نامید. فرماندهی مرکزی آمریکا با نشر اظهارات گفت که نیروهای ما ضربه های بیشتر را علیه ایران به راه ماندند تا توانایی آنها را برای حمله به کشتی‌های ملکی و تجارتی که باید از آب‌های گلوگاه هرمز آزادانه حرکت کنند کاهش دهد. رسانه‌های دولتی ایران از چند ترکیش در منطقه‌های نزدیک به هرمز از جمله بندر عباس، سیریک و ولایت بوشهر خبر دادند. سنجش مستقلانه این خبرها فعلا امکان ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 12 ایول در صحبت با تلویزیون CNN گفت ما آنها را شب گذشته بسیار سخت زدیم و ادعا کرد که پیش از این حمله واشنگتن و تهران برای رسیدن به سازش بسیار نزدیک آمده بودند. ترامپ همچنین ادعا کرد که با وجود اظهارات جانب ایران درباره بستن گلوگاه هرمز، حرکت از این گذرگاه مهم دوام دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز گفت که این گذرگاه آبی که توسط آن 20% از نفت خام جهان انتقال می‌یابد برای حرکت کشتی‌ها باز میباشد. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت نیروهای ایالات متحده در حمله‌های شب گذشته رادارها، سیستم مشاهده‌های بحری، انبار موشک و پهپادها، مکان استقرار موشک‌انداز و هم موشک‌اندازهای زمین به هوا را هدف قرار دادند تا اقتصاد نظامی ایرانی‌ها را سست گردانند. مطبوعات دولتی ایران بعد این حمله‌ها از ترکش‌های در قسمت‌های جنوب کشور خبر داد. ایریب یا شبکه بین المللی تلویزیون ایران گفت در بندر عباس صدای 3 ترکش و در سیریک صدای 2 ترکش شنیده شد. همه آنها در بلندی از باریکه هرمز جایگیر می باشند. ایران در پاسخ به سمت کویت که یک کشور غنی از نفت و همپیمان آمریکا دانسته می شود حمله های جوابی انجام داد. جمهوری اسلامی اینچنین به قطر ضربه زد که در گفت و شنیدها نقش میانجی را اجرا می کند. امارات متحده عرب نیز بار اول در 2 ماه اخیر شاهد حمله شد. تفسیه عملیات حربی در حال است که ظاهراً تلاش‌های دیپلماتی در عمان دچار ناکامی شدند. تهران گفت که وزیر کارهای خارجی ایران عباس عراقچی با همتای عمانیش سعید بدر البوسعیدی ملاقات و راه‌های حرکت امن کشتی‌ها را توسط آبراههای هرمز بررسی نمود. از این پیش عمان گفت مذاکره‌ها با ایران در سطح فنی و هم سیاسی با هدف رسیدن به سازش مطابق به قانون‌های بین المللی در رابطه با گردش‌های بحری کشتی‌ها ادامه می‌کنند. در این گفتگوها نمایندگان رسمی آمریکا اشتراک ندارند.